سرباز اردوی ملی بود. در ولایت هلمند رفته بود. و اونجا مین انفجار کرد. هر دو چشمای مزدوز دادم. این یک پای من قطع شده. حال پای قطع است؟ اینی پای پلاستیکی است، یک مصنوعی است. تا اینی جست. از قسمت پد به پایی مصنوعی است. خیال تنها گشتم نمیتونی خودت؟ نه دیگه، اما تو کسی از دست بگیره یا ایسوسی دیگه تو از گشتن نیستم. باز فامیل دارم هستی؟ فامیل دارم، اعضای فامیل دارم، سرپرست هستم. اینجا به مکتب معرفی شدیم، مکتب هم میخوام، مکتب نابینایان. مکتب نابینایان میخوانی؟ باز یک چیز ماش چیز وجود داره؟ نه چیز نمیکنم. زندگی چطور پیش میبری؟ والا دیگه خدا تیر میکنه زندگی رو دیگه. سابق پیسه معلولی خوب بود که میدادن؟ یک چیز امتیاز و معاشات بود که در بدل از همون اعضای فامیل خود نگاه میکردیم دیگه. حال یک کم خوب است دیگه، خداوند تیر میکنه. نام شما چیه؟ نظیف الله. نظیف الله. چند سال در اردوی ملی بودی؟ 9 سال. 9 سال. بالاخره دو چشم و یک پای عزیز. یک پای عزیز دادم. حالا میگن چشم تداوی داره یا نه؟ اینم یک چشم که هست که دیگه قابل تداویه که هندوستان دکترها دیگه گفت همه چیز مقدار پیسه که او میخواست که من نبود. باز پس افغانستان آمدم دیگه، حالی دیگه به امید خدا ششتیم که یک چیز مقدار پیسه کمک چی برابر شد از یک چشم من میگه تداوی تمام میکنیم و جدهن گفت. حال در افغانستان کس میتونه تداوی بکنه چشم ده؟ در افغانستان دیگه در وقت زخم میگیرد مرا هند بردن اینجا دیگه تو کس را ندیدیم به خاطر که یگان مشکلات اقتصادی است دیگه. شفاخانه میره حتما یک چیزی که آدم نباشه نمیشه دیگه. تو سر دکترها نگشتیم دیگه.